در اسفره یک استای میبل را برای 100 سامانی کشتند. این خبری گوش نشنید آوازه و هنگامه های زیادی را در بین مردم به بار آورد. یکی می گفت که قاتل از مرحوم قرضدار بوده و بحث پول با کشتار انجام یافته است. دیگری حدس می زد که آنها قبلا خصومت داشتند و پول میبل بهانه بود برای به دام افکندن استا. به خاطر فهمیدن حقیقت حال ما راه اسفره را پیش گرفتیم. وای بلامی از روی عقلم گم شده برفته که وای بلام وای 34 ساله بلامی من توی کجا میابم وای بلام وای بلای شیرینمه. ناله جانگداز این مادری فرزند گم کرده دل سنگ خارا را آب می سازد. آخر چخل نگیرید که در روزی روشن پسرش حکیم جان 34 ساله را بیرحمانه به قتل رسانیدند. بچه گنده نبود، حقیقت جو بود بچه من. فقط حقیقت میخواست رای راست که میگشت. قصدار بود از بچه. پول بره بعد میخواست 3 کسی و 4 کسی رای فایز برد اینو کشتیم. این حادثه ساعتای چند رو؟ ساعتای 10:11. روز 24 ایول سال 2019 تقریبا ساعت 10:30 حکیم جان پیشنبه آمدن. سانه سرطنای انجامای کاری که بودن. سانه حکیم جان بازارند چاپراسیدگان توی دیدن بامدم و همینجا پول کاریم یک کس دادنی بود. پیش هوای برافسی هم گفتن. شریکشان و نامش کنجی بود. قطعی هر دوشان کنجی کدی و رفتن پیشم. بعد نیم ساعت من مگزیننده ششتگی بودم که قطعی ابوسونم کنجی در آمد دستشنده پای افضل حکیم جان چیزی شد و مگر تیز روید حکیم به کار زدگی 5 تا کار زدگی و شما دکترخانه پرسید از گفته و برافت و آبشتش یفته بچه در آمد ممکن و قاتل شوهرم بود من نمیدانم مست بود و گفت که من و تو همسری حکیم میگفت ها گم تیز برنیتسی برفت حکیم کار بردگی و با ملیسه بازو نکن ملیسه نتیه تو اینجا بیفته آبشتم دفکر و تاکسی سری رنده پایدی سادگی بود تاکسی به من دویدم تاکسی به تیز سوار شدم تاکسی و دستش که داشت تاکسی افتم که نداره تیز سعی کنید برنیتسی ببرید برنیتسی روم موش حکیم جان رای به در آوردگی اپریاتسانی به در آوردگی اونجا جراحی گذارم سکوته همون بالا اصول جراحیم ده و وفات کردم بچه ما کشت من قناتم شکسته بود من شوم نبود همین ها مافهمه بردارد و منو گور کنه گفتش دیگه بودم دین سهر خسته قندم چین کن گمش که قندم چین کنه نمیتوند خوابی مست باشنم خسته قندم چین کن گم دوید خسته قندم چین میکرد من بیا وکن بیا اصا کنه مانده برفت حکیم جان بچه نغز بود همسایه ها که معاملش نغز بود همه به نغزش میرسید همه به دستش آمدگی یاردم میکرد همسایه ها همه بای دقت شدیم سوختیم بیچاره اوال شد دی حیف شد میبل میساخت خانه آدم ها میبل کوهنی نبارم خلکای میساخت شفنیرو چند ساله بود؟ 34 ساله صاحب چند فرزند؟ یک ده 6 ساله بچهش ماند این ددای از کجا می آورد 100 تا ددای آوردم ددای خودش پایین ددای افته نمیتواند آرزو حوضش دلشند پور بود همش گرفته برفت نقل آدم و بچه یک خودش نبوده است یا نشند سید بود دیگه شریکش بوده که یک نامش فاروق همسرم سری رای فایزی طرفی کوچه کلخاستی به چغ زده ما پولت همینجا به بیام یتیم گفته همونجا 4 بار و کارت زدگی 5 بار اینه کارت زدگی جگری همسرم و بچه یک بار نه 2 بار نه این سیوم جنایتش یکم بار و همین به کشتار که سواد شدگی بوده است دوم بار دوزکی من سیوم بار همسری من قتل برسان من میخواهم که و نزد قانون عرض جنایتی سخت بیند
دیگه با اونجا برآمده با دیگه کسب قتل به نرساند و جنایتی سخت بینه